آلیشا بری دروازه، ضربه سر، گل توی دروازه. ولسیانی انگار که یه بمب اتمی رو منفجر کرده تو استادیوم. سعید صادقی پشت توپه، آمده ارسال رو دروازه، خطرناک موقعیت برای پرسپولیس توی دروازه. گل تساوی رو میزنه تیم پرسپولیس. سعید کریم آذر راهو بسته است، اشتباه میکنه. آلیشا 3 در مقابل 2 پاس تو در مهدی ترابی در محوطه جریمه، موقعیت برای گل دوم توی دروازه. گل دومم سریع از راه میرسه. یه فرصت برای پرسپولیس از جناح راست، ارسال بروی دروازه. یه فرصت هست، حالا ضربه‌ای که میتونه به گل تبدیل بشه. میلاد محمدی هنوز پاس داده به عقب. آلیشا یه فرصت، ضربه و گل توی دروازه. ارسالی که انجام میشه، موقعیت برای تیم پرسپولیس، ضربه‌ای که میزنن، همچنان موقعیت دارن و گل برای پرسپولیس. چه ثانیه‌ای دروازه تراکتور رو باز میکنن. آلیشا ارسال پاس خوب به سمت راست، دانیال اسماعیل فر سمت راست اضافه شده، وارد محوطه شده. پاس در مقابل دروازه، فرصت برای پرسپولیس توی دروازه. بالاخره قفل دروازه تراکتور رو باز میکنن و بازی رو دنبال میکنه آقای عرب براقی. توپ بلند، پورحمیدی، اشتباه خیلی عجیب و توپی که در درون دروازه قرار میگیره. ترابی، عمری حرکت میکنه، ضربه‌ش رو هم میزنه و گل برای تیم پرسپولیس. حمله دیگه اونجا اتفاق بیفته، 1 و 2 با ترابی، یه بار دیگه از سمت چپ، حالا میتونن بفرستن. نعمتی رو پای چپش میزنه و توی دروازه. سیامک نعمتی ها میتونه باشه. ترابی یه حرکت برای آل کثیر، خود عیسی میزنه توپ رو و توی دروازه. پرسپولیس به گل میرسه. عبدی میتونه پاس بده برای ترابی، خود عبدی یه سر توپ، عبدی چقدر آزار میده. گل سوم، خیالشون از هر جهت راحت بشه. این طرف ترابی، موقعیت برای عمری، ببینیم با این توپ چه خواهد کرد. عمری ضربه‌ش رو میزنه یا نه و این هم گل دوم برای پرسپولیس. ترابی خودشو بیرون میاره تا یک موقعیت عالی رو بتونه به وجود بیاره برای عبدی و گل برای پرسپولیس. حرکت قشنگ ترابی گرفتار میشه و توپش رو میگیرن. یه پاس در آب، موقعیت برای طارمی، تک به تک طارمی، فرصت برای طارمی توی دروازه. گل برای تیم پرسپولیس. یه گل زود هنگام برای پرسپولیس. رمی سر علی پور برای وحید امیری، بازیکن رو اسبش روی برداشت. امیری داخل محوطه هم میشه، خود امیری تغییر مسیر میتونه گل دوم رو بزنه. وحید امیری و میزنه گل دوم رو. شیکار کرد وحید امیری، پشت مدافع رو هدف گرفته برای علی پور، بعد داره تک به تک خود علی پور زمینشو میزنه به توی دروازه. گل اول واسه پرسپولیس. علی پور دروازه تراکتور رو باز کرد. امیری کار خوبی رو انجام داده، درون محوطه جریمه است. فرصت هست برای پرسپولیس و توی دروازه. گل دوم رو هم بدین ترتیب به ثمر میرسونه. رفیعی توپو میفرسته به محوطه جریمه. امیری، واکنش دیدنی اخباری در مقابل این توپ. طارمی، یه بار دیگه طارمی، حالا رضایی توی دروازه. گل دوم برای پرسپولیس. یه ضد حمله، آلیشا برای آل کثیر، تنهاست. آلیشا اضافه میشه، آل کثیر تغییر مسیر، میه بغل پای قشنگ. گل برای پرسپولیس با آل کثیر. یارگیری من تو من داخل محوطه جریمه، آقایی جدا میشه، ارسال نوراللهی، این ضربه سر و گل برای تیم پرسپولیس توسط سید جلال حسینی به ثمر میرسه. شنانی هم به جای دانیال بعد به زمین بیاد. دانیال مومنی که دوندگی زیادی داشت در میانه زمین. حالا